من لایق زندگی خوب هستم، پس زیبایی‌های درونم رو آشکار میکنم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز 22 آذر. دلم میخواد برام کلمه زیبایی رو کامنت کنین. زیبایی که انشاءالله دل و قلب و سیرت و صورتتون همینطوری باشه. بریم ببینیم که امروز 22 دو انگشتی بزنیم خدا برای همگیمون چی رقم زده. دوستان عزیزم، نشستی در غم، زانوی غم، سر سجاده نشستی و داری دعایی میکنی. پشت سرت پر از مشکلات، رو به رو پر استرس و نگرانی. این فکر توه، این بدبینی توه، این نگرانی توه. سعی کن که به خودت فرصت بدی، به خودت غم ندی، بلند شی، چون برات میبینم که 7 زمان دیگه، 7 روز، 7 هفته چیزی که منتظرش هستی از سمت سید، سعید، سیما، کسی که حروف سین و ی رو داره شما به دست میاری. این فال آقا و خانوم نداره، فرقی نمیکنه. خب براتون میبینم که گشایشی داره میشه، دری داره باز میشه و اینکه 2 مانع داره از زندگیت بیرون میره. کسی رو که اذیت کردی، کسی رو که ناراحت کردی داره به سمت شما میاد، کادویی برات میاره و مثل اینکه شما رو بخشیده، انشالله که خیره. بعضی دوستان رو میبینم که در دردسر بیماری هستن، رفت و آمد بابت کار بیماری، کار زیبایی، که مطمئن باشید خدا نظر خواهد کرد و با پولی که دارید خرج میکنید این بیماری شفا پیدا میکنه. دوستان عزیزم، خیلی داره برات کند میگذره، آهسته میگذره، ولی صبور باش، باید وقتش برسه. ما نمیتونیم چیزی رو عوض کنیم تا وقتش نشه. سعی کن خودتو دوست داشته باشی، چون داره عشق برات میاد. عشق 2 قلب افتاده، 2 موقعیت عالی. آقایی که صورت کشیده داره و موهای بلندی داره، چشمهای درشتی داره به سمت شما میاد و قدم خیری رو داره بر میداره. بعضیاتون رو میبینم که سفری با قطار دارید، یعنی راه اتوبوس یا قطار دارید میرید و میتونید 3 نفر باشید، بابت موقعیتی دارید میرید یا بابت سفر تفریحی که بسیار هم عالیه براتون. از آقایی وحشت داری، ترس داری، این مثل حالت شکاکی، بددلی. اگر که همسر شما نیست میتونی اینو پوچش کنی، فایده‌ای برای شما نداره. چه رقم مالی داره به دستتون میرسه؟ یه تغییر تحول هیجانی، یعنی اینکه به سختی این پولو به دست میاری ولی واقعا میتونه برات کارساز باشه. آقایونی که امین، امیر، امید، رامین و حتی میم و یه و اینا رو دارن، براشون میبینم که شاید هم خانوم مینا، مونا، براشون افتاده که تا 9 روز آینده منتظر خبر یا تلفنی که هستن بهشون زده میشه. نگران نباشید. و اینکه اینجا یک ترس و نگرانی افتاده در رابطه پنهانی که تا 1 ماه آینده این رابطه سر و سامانی خواهد گرفت. امیدوارم که آگاهیتون بالا باشه و از چیزهای منفی دوری کنین. کلمه زیبایی رو برام بفرستین. امیدوارم که بهترین ها از آن شما باشه. مرسی که هستید. لایک من، کامنت یادتون نره بفرستید برای دوستان. عالی باشید.